جوی و این خمیر هفت‌قله، مغز تخمه، کنجد، جوی 200 آب جلبه و مواد رویه. و این خمیر که در حال چندشون کارخونه آماده میشه، خمیر توست ساده است. این خمیری که اینجاست. اینا سه تا هم آماده میشه، همزمان برش می‌کنه، قالب چرب شده آماده است. تهیه میشه میره توی گرم‌کنی برای آماده شدن. کلاً از اول 0 تا 100 آماده کردن اینو، زدن اینو، در اومدن اینجا 1 ساعت الی 1 ساعت 45 زمان میبره. ولی تو هر کارگاه به یه شکل مختلف، بعضی نرم در میارن، بعضی مثل ما خوش در میارن، ولی اینجا اون کشید 1 ساعت الی 1 ساعت 45 میتونه بشه تا اینا آماده شه. و یه سوال هم خیلی از مشتریان میپرسن در مورد اینکه چرا خشکه. توست از فعل که در اومد باید 24 ساعت بمونه تا دستگاه بتونه اون رو برش بزنه و بسته‌بندی بشه. فقط تنها دلیلی که خوش میمونه و خوش میشه اونم اوایل بسته‌بندی. تنها دلیلش اینه که باید خشک از فعل من در بیارم که دستگاه بتونه برش بزنه. این جواب سوالی بود که خیلی میپرسن چرا توست خشکه.
food. سلام. اولین مرحلهش قالب چک کردم که با هم دیگه همه رو چک کردم مدت. دومین مرحله خمیر گرفتن که این لوشمون اون لوشات خمیرش درست کردیم و این مرحله آخره. یعنی چی؟ یعنی بعد ما گرفته شده تو قالب چیده شده نرابطی شده و میره گرم‌کنی برای تقسیم خمیر که خمیر بیاد این در قالب رو ببندم آماده بشه با هم تو قسمت آخر هم میگیم تو که بعد بریم موقعی که از قالب در میاد یک نواخت بشه و این کم کاسی نباشه این خودی نداشته باشه ترک نداشته باشه و خوش نباشه یکی با دست دیگه در میاد بشه خود قالب در میاد یعنی دقیقاً به هم میشه یه دست این مرحله آخر بود همه چی اوکی شد داریم یه اتاق گرمخونه اینجا همه چی اوکی شد رفت برای اتاق گرمخونه اینجا بخار میدیم 20 دقیقه نهایت 25 دقیقه دیم آماده میشه بره تو فر حالا بعضی با خودشون میگن بخار چیه اینم بخار آرزو برای رسیدن خمیر این تایم 20 دقیقه میره اینا قالب‌های کیک صبحونه است کیک در به همین شکل با یه بافت آلو با یه رنگ آلو با یه تمام‌مزه بی‌نظیر می‌تونید حتما این به نظر من حتما این با امتحان خب این برای تمیز کردن قالب‌ها کیک صبحونه بزنید یه بار باید تمیز بشه با روغن داخل چرب بشه تا کاغذی که کف این می‌ذاریم به اصطلاح محافظ زیر کیک نچسبه و کیک نسره این میشه تمیز کردن کار خاص سلام جان نگو بابا
اوایل که زدیم تو قالب دقیقاً اینجا بود. اینا هم با بخار آب جوش خمیر تفکیک شده اومده ما رو انداخته آماده این که بره تو فرن. Da una ti lo schiamo del no? Così? Vale? Bunu bucun temizleyken. Ne? Ben bucun temizleyken. Evet. Somebody's not in there. تنظیم چون کیک و صبونه فقط باید خوش کنجه بشه و بعد اینکه کنجه شد مرحله آخر کیک صبحونه است. کیک صبحونه رفت تو قالب آماده شد، کنجه ریخته شد روش، بعد یه حالا به اصطلاح این کارتک میزنه، کارتک میزنه تو روغن میزنه داخل کیک. چرا؟ دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه کیک رفت تو دقیقاً از جایی که کارتک خورده به همین صورت گفت میکنه میاد بالا. یه چیز شیک و با کلاس و تحتک اینم دقیقاً کیک صبحونه دقیقاً با همون درجه توسته، ولی دستت یه ذره رنگ گرفت، یه درده تمام فرمون برید بالا که زودتر درده خوشنگتر میشه. تایمی که بیشتر باید تو فرم بمونم دقیقاً از لحظه که کیک صبحونه رفت تو فرم شما تایم میگیرید که 20 دقیقه زمان میبره تا یه ذره بیاد بالا و رنگ میگیره. رنگ میگیره در چه حدی؟ در فرم جمع کردید دست زدید به کیک حالت گرفته خوش شده برگردی میدن، چون کمتر از 20 دقیقه باشه بکشید جلو یا ضربه رو کلا بکنید رو و دیگه بالا نمیره. پس باید دقیقاً سر تایم یعنی 20 دقیقه دیگه بیایی برای برگردون زنید. بعد اینکه برگردون زدید 10 دقیقه بعدش یه نگاه میکنید اگه کاملا رنگ گرفته و خوش شده بود میتونید در برگردون زدیم در فرو بستیم
دقیقه الی 12 می‌بینید که آماده است. می‌تونید در بیارید و بعد اینکه سر شد می‌تونید از کاله دیگه تمام درش رو باز می‌کنید یکم خوش میشه. این الان آماده است. من گرفته فقط می‌تونید رو درش رو باز بذارم. خوش میشه که راحت از کاله در بیاد. همین دقیقاً یکی ببینید. که سومونمون آماده. Yeah, I'll be right there. Go for it, I'll be right there.